سلام رفقا، من ملی پیرسو هستم و به کانال خودتون خوش اومدید. تو این ویدیو قراره بهتون بگم که چجوری برای ویدیوهاتون زیرنویس بذارید. خب کار زیاد سختی نیست، فقط به برنامه سابتایتل ادیت نیاز دارید. سابتایتل ادیت و میذارید روی فایل نیو. خب اگه این قسمت براتون نمیاره فایل نیو مثل من، کافیه که فقط این سابتایتل ادیتتونه، ویدیویی که میخواین بیارینش از این قسمت انتقالش بدین به این قسمت. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. و حالا ویدیو رو میبینید و برای اینکه موجای صداشو ببینید بعد اینجا کلیک کنید، کلیک تو اد ویو فورم کلیک میکنید و ثبت میکنید و الان میبینید این قسمتی که موجش اومده بالا، این قسمت ها حرف زده، این قسمت در حال نوشیدنه. تموم شد. خیلی اینجا میگه تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. خیلی تاثیرگذار. درست نگم صداشو بیشتر کنم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. این ویدیو برای مثاله. شما میتونید موقعی که دارید حرف میزنید، اون جایی که موج صدا میاد بالا، همون قسمتی که حرف میزنید و همون جاها میتونید زیرنویس بزنید. برای این کار میزنید روی insert new subtitle at video post و این نرم افزار بر اساس دقت خودش یه قسمت رو براشون انتخاب میکنم. دیدیم که این قسمت انتخاب کرد. من قسمتی که میخوام اینه و متنتون رو این قسمت توی این کار مینویسید. برای مثال من مینویسم در حال نوشیدن و همین این قسمت رو میبینید در حال نوشیدن و باز دوباره میتونید بزنید اینو به دقت خودش این قسمت رو انتخاب میکنه و می‌نویسیم تموم شد. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. و این قسمت هم می‌نویسیم خیلی تاثیرگذار بود. خب تاثیرگذار. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. خب حالا برای سیو کردنش اول از همه باید فرمتتون SRT باشه. بعد میفهمید برای چی، چون فقط آپارات از این فرمت پشتیبانی میکنه. برای سیو روی این قسمت کلیک میکنید و برای مثلا توی دسکتاپ ذخیره‌اش میکنید و الان میبینید این فایل SRT مون. خب حالا برای این کار شما یه بارگذاری ویدیو میزنید، میخواید ویدیوتون رو منتشر کنید و اون ویدیو رو که برای زیرنویس گذاشتین رو میارید و این قسمت نوشته فایل زیرنویس، فقط فرمت SRT که من بهتون گفتم. روی انتخاب کلیک میکنید و اون زیرنویس رو میگم فرمت زیرنویس رو انتخاب میکنید و به همین راحتی این قسمت رو پر میکنید و انتشار ویدیو رو میزنید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو دیگه بدرود و خداحافظ.